دیمایی براتون پاپیون میبینم، هم هدیه دارید، هم مراسم مجردهای دیماییمون، هم مراسم عقد، خواستگاری، ازدواج براتون میبینم و این ازدواج واقعا خوشاینده. دیماهی های عزیزم، چه مجردین چه متأهلین، چشم زخم و حسد تو زندگیتون زیاده. اینه که سوره حسد زیاد بخونید، صدقه زیاد بدید. براتون کیسه میبینم، کیسه که پر زره. اگر منتظر وامی هستید یا کسی طلب دارید به زودی به دستتون میرسه و خوشحالی دارید. بهمن ماهی بزرگوار، افسرده حالی، نگرانی، انگار چیزی رو از دست دادی یا خدایی نکرده عزیزی رو از دست دادی. صبور باش، خداوند برات بهترینا رو مهیا کرده. سرد شدی، بیحال شدی، ناامید شدی از کارت، از زندگیت، ولی به زودی معجزه خداوند خواهی دید. انگار به یه خانم مسن یا یه آقای مسنی کمک کردید و نتیجه این کمک کردن شما به این خانم یا به این آقا اینه که اگر بیماری دارید یا خدای نکرده خودتون بیمار هستید، حتما شفا دارید. اسفند ماهی، خرید و فروش، بیشتر براتون خرید میبینم، خرید ملک میبینم، خرید زمین میبینم، خرید خودرو میبینم، اما لطفا سکوت کنید. سکوت بکنید زودتر به این نتیجه میرسید. بال عقاب براتون میبینم، معجزه و حاجت روایی، حاجت خیلی بزرگ سالیان و ساله که تو دلته و به زودی زود حاجت روا بشی انشاءالله. دعای خیر پدر مادر همیشه پشت پناهته. همیشه دست همه رو گرفتی ولی متاسفانه دستت هیچ وقت نمک نداشته. انشاءالله که نتیجهش از خداوند بگیری.